آقای تعمیرکاری که میگیری این ماشینای مردمو از اینجا سوراخ میکنی، پیش MDF میکنی، دوست عزیز این کار قلق داره و به راحتی میتونی اینو درستش کنی. وقتی براکتش سالمه، پیازی سالمه، واسه چی میگیری از اینجا پیش MDF میزنی؟ بریم واسه آموزشش. میخوام بهتون یه آموزش بدم که به راحتی خودتون بغلش رو تعمیر کنید و کیپ بیاریدش بالا. این براکت رو یه ذره شلش کنید، دستتون میدید اینجا به سمت بالا فشار بدید، یه ذره به سمت بالا فشار بدید که زیر گلگیر تاپ برداره و این براکت یه ذره به سمت بالا کشیده بشه. خب دوستان یه جوش پلاستیک از این زیر میدید، اینجا هم به حالت ال جوش بدید، پلاستیک بدید، سپر رو بیارید بزنید جا سپر رو، میبینید که بدون پیش MDF این سپر فیکس میره سر جاش وای. خب دوستان شما به خاطر اینکه این گوشه سپر دیگه بیرون نزنه، این پایا رو دو سه تا چکش بزنید، پایا آهنی رو قشنگ پرس نگه داره که دیگه این سپر بیرون نیادش. منو فالو داشته باش، یه روزی به دردت میخوره.